سومین ضربه فنی به جمیل قادری حامی گروه طالبان زده شد. فعلا میگه که کار از ما قدر خراب شده که در یک وکیل هیچ خلاص نمیشه. یک وکیل مهاجرتی نیاز دارم به خاطر از اینکه کیسش خراب شده. ششمین کیس را که علیه این نفر شما راه اندازی میتونید این است که بگین این دشمن آمریکا، دشمن کشورهای غربی و دشمن همپیمانای آنها هست. تمامی ویدیوهای نفرت انگیزی که در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب نشر کرده بود از یوتیوب حذف شده. قبلا هم یک صفحه توییتری 93,000 فالووریش به عنوان فعالیت افراطگرایی و تروریستی شناسایی شده بود و توسط توییتر حذف شده بود. اخیراً هم یک کمپاین را که به خاطر جمع‌آوری امضا راه اندازی کرده بود در وبسایت Change.org، این کمپاینشان هم توسط وبسایت Change.org به عنوان فعالیت تروریستی و فعالیت افراطگرایی شناخته شده و توسط وبسایت Change.org حذف شد. فعلا از بلژیم هم فرار کرده نمیتونه، چون تمام فعالیتش از تبلتش، تلفنش، کامپیوترش، حرکاتش، جاهایی که میره کاملا زیر نظر نیروهای امنیت ملی بلژیم قرار داره. و یک پند دوستانه برای دوستا و قومای پشتون یا کسایی که از او حمایت میکنه برای شما یک این نظر شخصی است، یک پند دوستانه میدم: از فعالیت‌های افراطگرایی هیچ وقت حمایت نکنید، به خاطر از اینکه شما ضررش خود شما میبینید، هم دیگه قوم ضربه میبینه و هم شما ضربهش میبینید. چند موردی را که تو آزادی بیان میگی، ولی از دیدگاه ما و کسایی که قانون میفهمه و حقوق میفهمه این آزادی بیان نیست. دوستان گرامی سلام، وقت شما بخیر و خوبی. سومین ضربه فنی به جمیل قادری حامی گروه طالبان زده شد. تمامی ویدیوهای نفرت انگیزی که در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب نشر کرده بود از یوتیوب حذف شده. قبلا هم یک صفحه توییتری 93,000 فالووریش به عنوان فعالیت افراطگرایی و تروریستی شناسایی شده بود و توسط توییتر حذف شده بود. اخیراً هم یک کمپاین را که به خاطر جمع‌آوری امضا راه اندازی کرده بود در وبسایت Change.org، این کمپاینشان هم توسط وبسایت Change.org به عنوان فعالیت تروریستی و فعالیت افراطگرایی شناخته شده و توسط وبسایت Change.org حذف شد. سومین ضربه فنیش هم حذف شدن ویدیوهایش از یوتیوب هست که در این ویدیو در مورد با هم دیگه صحبت میکنیم. جمیل قادری را شاید بشناسید و ویدیوهای تعصب‌بار و نفرت انگیزش را در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و توییتر دیده باشید. او یکی از مهاجرین افغانستانی است که از ترس گروه طالبان از افغانستان فرار کرد، کیس خود تسلیم سازمان ملل کرد. سازمان ملل کیس را به کشور بلژیک یا همون بلژیم راجع کرد. کشور بلژیم پس از بررسی قبول کرد و ای به کشور بلژیم راجع شد و در اونجا زندگی خود آغاز کرد و پناهندگی بلژیم در حال حاضر داره. در سابق فعالیت های این نفر به ضد گروه طالبان بود. مثلا میگفت که گروه نوکر پاکستان است، نوکر ISI هست، این گروه باید از بین برده شود، این گروه باید نسل کشی شود و در ویدیوهایش میگفت من احساساتی نیستم ولی یک واقعیت است که این گروه طالبان باید از بین برده شود و نسل کشی شود. این موردایی بود که در مدت های زیاد را در ویدیوهای خود صحبت میکرد و یادآوری میکرد. و اما به محض که گروه قومی افراطی طالبان در افغانستان مسلط شد، فعالیت جمیل قادری کاملا تغییر کرد و حمایت از این گروه را آغاز کرد. شب روز از این گروه حمایت میکنه و شب روز علیه بقیه اقوام، بقیه زبانها، بقیه نژادها توهین میکنه و گپای را علیه بقیه اقوام، بقیه مردم میگه که اصلا در شأن انسانیت نیست. فعالیت های افراطی و توهین علیه بقیه اقوام و ترویج افراطگرایی این نفر همچنان ادامه داشت تا اینکه مردم دست به کار شدن یا در سایت Change.org یک امضای را راه اندازی کردن که این باید از بلژیم دپورت شود. این امضا حدودی بالای 10,000 رسید و راپور از تهیه شد به دولت بلژیم داده شد. دولت بلژیم این را بررسی کرد و موضوع به پلیس رسید. قضیه به دادگاه کشیده شد. پلیس نفر را طلب کرد و 3 ساعت در پاسگاه پلیس این مورد بازجویی و تحقیق قرار داده و بالاخره در آخر قناعت پلیس حاصل نکرده. گفت رفیق از ما تو در اینجا خلاص نمیشه، بیا که در دادگاه با هم دیگه گپ بزنیم. دادگاه جلب حاضر صادر کرده و ممکن است در ماه‌ها یا روزهای آینده این مورد محکمه قرار بگیره و در مورد کیسی از این هم تصمیم گرفته شود. دولت بلژیم خصوصا وزیر امور مهاجرین بلژیم از سازمان ملل یا UNHCR خواسته که
چی کسی را شما با ما معرفی کردن؟ ما خواهان ازی هستیم که کیس از دوباره مورد بررسی قرار بگیرین و بلژیم جایی نیست که آدم های افراطگرایی و کسایی که ناقض حقوق بشر باشه و از ناقضین حقوق بشر حمایت بکنه اون نفر در بلژیم جای نداره و کیس از دوباره مورد بررسی قرار بگیره. از سوی دیگر رسانه ها همین رو دنبال کردن، رسانه های مختلف، تلویزیون ها، رسانه های چاپی، تصویری در مورد ازی صحبت کردن، تبصره کردن، ویدیوهایش را مورد بازنگری و بررسی قرار داده. ویدیوهایی که مثلا در جاده های اروپایی ترانه های انتحاری را پخش میکنه، در جاده های اروپایی میگه که رهبر گروه جاهلان یک روز بخیر بیای که از همینجا با هم دیگه بیعت کنیم. در یکی از جاهای اونجا استاده است بگرام نمیفهم که آلمان از کجا هست، در اونجا میگه جای شما خالی بخیر بیاین در همینجا یک روز بیعت بکنیم. وقتی کارش قدر خراب شده مردم علیهش خسته و فعلا دادگاهی شده و زیر نظر پلیس قرار داده. فعلا از بلژیم هم فرار کرده نمیتونه چون تمامی فعالیتش از تبلتش، تلفنش، کامپیوترش، حرکاتش، جاهایی که میره کاملا زیر نظر نیروهای امنیت ملی بلژیم قرار داره و حتی نمیتونه که از بلژیم خارج شود. اصلا خودش فعلا در اونجا گیر مانده و فعالیتش هم به شدت کاهش یافته. او توهین ها، او نفرت پراکنی ها و او موردایی که قبلا میگفت دیگه او موردا در ویدیوهای اخیرش دیده نمیشد. بسیار نرم شده بود، آرام شده بود، ولی حالا کاری کرده که کارش خراب شده. تا حالا این نفر 3 ضربه فنی را خورده. امیدوار هستم که یک درس محکم برای خودش و برای پیروانش باشه. اولی که توییتر که البته چندین اکانت توییتری داشت و مهمترینش که 93,000 فالوور داشت توسط توییتر به عنوان اکانت افراطگرایی و خشونتگرایی شناسایی شد و حذف شد. دومین ضربه فنیش بود که وقتی که کمپاین جمع‌آوری امضا را شروع کرده بودن در وبسایت Change.org که ما همه جمیل قادری هستیم. Change.org سایت بررسی کرد که بابا این سراپا وحشت و نفرت و خشونت است. کمپاین زیر جمع‌آوری کرد و سومین ضربه فنیش است که این نفر یا خودش ویدیوهای خود پاک کرده خواسته که سندار از بین ببره، در حالی که از بین بردن سند خودش یک جرم هست. خودش میتونه جرمش بالا ببره یا که ممکن است توسط یوتیوب حذف شده باشه. ولی من فکر کنم که توسط خودش ویدیوهایش حذف شده و فعلا کاملا صفر شده. خودش هم فعلا روزگار مناسب نداره. خودش میگه که مرا پلیس طلب کرده بود و 3 ساعت در پیش پلیس صحبت کردم، آخر نشد دیگه. باز گفته باز ما شما در دادگاه گپ میزنیم و فعلا میگه که کار از ما قدر خراب شده که در یک وکیل هیچ خلاص نمیشه. یک وکیل مهاجرتی نیاز دارم به خاطر از اینکه کیسش خراب شده. دومین وکیل حقوقی است که باید کارهای حقوقی از پیش ببره و سومین وکیلی است که ضد تروریستی باشه، به نحوی را پاککاری بکنه. این نفر از یک وکیل تیر است، حالا ممکنه 3 4 5 وکیل ضرورت شود. و در رسانه هم که صحبت کرده بود از مردم کمک خواسته بود، مردم به دردش نخورده، دردش را دوا نتونسته. شما کسایی هم که پول روان میکنید برای کمک روان میکنید کس خود زیاد میکنید، سبا و دادگاهی میشه، قضیهش خراب میشه. باز یوتیوب، گوگل اینا حسابای شما رو بررسی میکنه. چه کسایی به این نفر کمک پولی کرده، هر کمکی کرده ارتباط داشته، شما رو مورد بررسی قرار میگیره. از آمریکا پول روان کرده بودن، از کانادا بود، از اروپا بود، از هر کشوری بود. شما اون خود در فعالیتی که او داشت خود داخل ساختن. من فقط برای شما میگم که خوشتون میای نمیای برای من مهم نیست. و کارش در اینجا رسیده. بالاخره کاری کرده که هم خود وضعیت خود خراب کرده و هم دیگران را وضعیتش خراب میکنه. همین که توییترش حذف شد، کمپاینش حذف شد، ویدیوهایش حذف شد و خودش فعلا زیر نظارت هست. 3 وکیل نیاز داره که خرابکاری های از پاککاری کنه که نمیتونه. حالا فکر نکنم که وکیل اصلا حاضر شود که از این نفر حمایت بکنه، ولی کاری کرده که خرابکاری کرده. و شما کسایی هم که در این مورد خود داخل ساختن کوشش کنید که بعد از او حمایت نکنید. و یک پند دوستانه برای دوستا و قومای پشتون یا کسایی که از او حمایت میکنه برای شما یک این نظر شخصی است، یک پند دوستانه میدم. از فعالیت‌های افراطگرایی هیچ وقت حمایت نکنید، به خاطر اینکه شما ضررش خود شما میبینید، هم دیگه قوم ضربه میبینه و هم شما ضربهش میبینید. ضربهش به شما است که شما را تندرو، شما را افراطگرایی، شما را
دشمن همه میسازه، شما را علیه دیگران تحریک میکنه، نفرت در مغز شما جاسازی میکنه، در حالی که شما نیاز دارین که به علم تشویق شوید، شما نیاز دارین که به آبادی و بازسازی تشویق شوید، شما نیاز دارین که یک کسی بر شما بگه که دخترای خود به مکتب روان کنید، اینی رو شب و روز به ذهن شما تلقین بکنه که اولادای شما به مکتب بره، پسر و دختر شما به مکتب بره که آینده شما ساخته شود. شما به اینی نیاز دارید، نه به کسی که بیا بر شما افراطگرایی و خشونت و کارهای تعصب دامن بزنه شب و روز به او رقم نفرا شما مصرف شوید. شما نیاز دارین که مثلا به زنا و مردای خود اجازه بدین که بیرون بروه. یک کسی باشه که شما را شب و روز با آیات قرآن، با دلایل، با احادیث، با فعالیت های صحابه کرام شما را تشویق بکنه که هم زن شما کار بکنه، هم مرد شما کار بکنه. زن شما میتونه تدریس بکنه، معلم باشه، در دانشگاه باشه، در بخشای کودکستان باشه. زنای شما میتونه در بخش انجینری باشه، میتونه در بخش روانشناسی باشه، میتونه در بخش طبی و دکتری باشه. شما این رقم نفر نیاز دارین که تشویق بکنه اینا به درد شما بخوره. اینی نظر دوستانه است که بر شما میگم. اینی مورد هر کسی که تشویق کرد و نور دنبال بکنه، نه که یک کسی به شما رو به نفرت، به خشونت، به افراطگرایی، به کینه‌توزی، به تعصب به اینا تشویق کنه و نور دنبال نکنید. خود شما از همه پیشتر ضربه میزنه. قوم محترم پشتون، ما هزارها تاجیک ها، ازبک ها، اینا درست از فشار سرشان هست، ولی اینا درسای خود میخونه، کارهای خود میکنه، از فرصتای خود استفاده میکنه، اینا آینده خود میسازه. شما بیشتر فکر خود بکنید. نظر من این است که با استفاده از فرصت میخوایم که بگم از فعالیت های افراطگرایی حمایت نکنید، خود شما ضربه ببرید. اگر شما بیشتر پشتی مورد برین، اونو ضربه هایی که من یادآوری کردم متوجه شما میشه. خب حالا این نفر این کارهایی را کرده که به 3 تا وکیل نیاز داره که خرابکاری کرده و شما نباید از این حمایت بکنید. و اما این نفر میگه نه بابا، من در کشور اروپایی هستم، این آزادی بیان است، من از حقوق آزادی امتیازات خود آزادی بیان استفاده میکنم و اونایی که علیه من توطئه کرده من باز امرای اونا کار دارم. دوستی عزیز و هر کسی که بیننده هستید، آزادی بیان حق تمامی انسان‌های روی زمین هست. هر آنچه که در نظرش هست او را بیان بکنه مطابق کنوانسیون حقوق بشر و آزادی بیان که ذکر شده. هر کس مطابق از او میتونه نظر خود، ایده خود بیان بکنه، به شرط از اینکه توهین علیه دیگران نباشه، تحقیر علیه دیگران نباشه، توهین نژادی، توهین زبانی، توهین فرهنگی یا نقض حقوق بشر اینا موردها نباشه. شما آزادی بیان خود در کل دنیا آزاد هستین که استفاده بکنید. و این میگه ما از آزادی بیان استفاده میکنم. چطوری که آزادی بیان تنها برای تو و تنها برای گروهی که تو حمایت میکنی برای تو خوب است، ولی برای کسای دیگه ای که بخوای آزادی بیان خود استفاده بکنه برای اونها بد است. اگر کسی در افغانستان به صدای خود بلند بکنه، اونا خفه میشه، سربنیست میشه، نابود میشه، در زندان انداخته میشه، شب از بین برده میشه. اصلا آزادی بیان تنها برای شما خوب است، دیگرها حق نداره از آزادی بیان استفاده بکنه. مثلا در فکرم در زمانی خلیفه اول بود حضرت ابوبکر، حالا دقیق یاد من نیست، حالا هر کدامش که بوده اشتباه نشه، ولی فکر میکنم که در زمان حضرت ابوبکر بوده. فکرم نمی گفته بوده که اگر گپی من بر شما گفتم بر اساس کلام الله و حدیث پیامبر بود، او را قبول کنید. اگر خلاف این بود به دیوار بزنید. اگر شما پیرو امی حضرت ابوبکر هستید، خودش هم اینجا میگه که اگر گپی از من خلاف خدا و خلاف پیامبر بود، رو به دیوار بزنید. حالا شما مگه در افغانستان کارایی رو میکنید خلاف قانون، خلاف انسانیت باشه، این مردم یک قداره که او گپ شما رو به دیوار بزنه. یا آزادی بیان حقشان است که بیان بکنه، اما نه که شما بیاین اونا را اول تهدید بکنید، گرفتار بکنید، زندانی بکنید و سربنیست بکنید و بعدا در کشورهای اروپایی بیاین بگین که تنها آزادی بیان برای ما خوب است و دیگه آزادی بیان حق نداره. بنابراین در مورد از اینکه میگه من از آزادی بیان استفاده میکنم، حقت است. هر چیزی که میخوای بگی بگو، ولی اگر این بیان تو توهین علیه دیگه تلقی شود، تهدید علیه دیگه باشه و کسی علیه تو شکایت بکنه، باز کشورهای دیگه ماندنی مالایت نیست. این حال فعلا علیه تو شکایت کرده، باز نتیجه آزادی بیان خودت هم میبینی، باز در اونجا تو هم دفاع کو، اونا هم باز دلایل خود پیشکش میکنن. چند مورد را که تو آزادی بیان میگی، ولی از دیدگاه ما و کسایی که قانون میفهمه و حقوق میفهمه، این آزادی بیان نیست. اولی که شما دشمن زنان هستید. ما دیدیم ویدیوهای شما را که
کسایی که آمده در جاده ها مثلا برای دادخواهی از حقوق خود، دادخواهی از کار، دادخواهی از تحصیل در جاده ها آمدن، شما اینا را به عنوان شورشگر، به عنوان زنان فاحشه، به عنوان زنان بیدین، به عنوان زنان لوچک، به عنوان خلاصه هر کلمه‌ای که بده تو در ویدیوهای خود ذکر کرده و در ویدیوهای موجود بود و فعلا اونا را حذف کرده. و من یادم هست که در یکی از ویدیوها گفته بودی که فعلا یک گروه خاصی توسط همین امارت ساخته شده که شما زنان فاحشه و شما زنان لچر را از بین ببره. اینی فعالیتی است که نشان میده شما دشمن زنا هستید و کشورهای اروپایی اینی رقم نفرا را که دشمن زنا، دشمن آزادی زنا، دشمن کار زنا، دشمن حقوق زنا باشه و دشمن تحصیل دخترها باشه، ماندنی رقم نفرا اصلا نیست. تو اشتباه فکر کرده که ما آزادی بیان میگم، یا آزادی بیان نیست، دشمنی واضح با زنان هست. شما دشمنی کار زنان هستین. یک گپ یادم آمد، میگه که از فامیلای ما، از دوستای ما در افغانستان نفرایی را طلب کرده که شما خانواده شما، زن شما در بیرون کار میکرده، نان را که تو به دست آوردی اون نان حرام است. این نفر گفته که کجاش حرام است؟ اما کاری را که من میکردم کار از ما جدا بود، مردانه، کاری که مربوط اونا میشد زنانه بود و کسی دیگه در او بخش نمیرفت. باز همون نفره که در حوزه بوده همین فامیل ما را تهدید کرده که تو بازم زبان درازی میکنی. هنوزم شکر که ما آمدیم برای شما گفتیم که زنای شما کار نکنه که رزق حلال به دست بیاره، خدا شما رو نان میده. در این نفر گفته درسته که خدا نان میده، اما ما اولادایم گشنه هست، ما به کرای خانه، کرای موتر، برق، نان اینا رو نیاز دارم. بلا خلاصه تهدید میکنه، باز این نفر آرام میشه و چیزی نمیگه. دفعه دیگه تهدید میکنه، گفته باز ما دیدیم که شما به این کار خود ادامه دادین، اگر دیگه این کار ادامه بدی باز من رایت کار دارم. این مورد بود که دیگه او باز از کار خود دست میکشم. خب یک موردی بود که ما یادآوری کردم که از دوستای ما، از فامیلای ما، از جای نزدیک بدن، عملا در زندگی خود ما اتفاق افتاده که اینا دشمن کار زنان هست. شما دیدین که در گزارش سازمان ملل آمد که زنا را گفتن که شما در بیرون کار نکنید، در سازمان ملل کار نکنید، در اینجاها کار نکنید، در ادارات دولتی که هستن کار نکنید. اونم نانی را که برای خانواده ایشان بود اونم را از دهن اولادایش گرفتن. بنابراین این که تو میگی ما آزاد بیان هستم و در مورد زنا گپ میزنم، زنا را فاحشه، لچر و زنا را هر چیزی که دلتون گفتی را آزاد بیان میگین، آزاد بیان نیست، عملا یک نقض حقوق زنان و دشمنی علیه زنان است و کشور اروپایی ماندنی شما نیست. دکان ها را بسته کردن، کسایی که یک دکان دست فروشی یا لوازم خوراک فروشی داشتن یا دکان های لباس اینا داشتن، اونا را بسته کردن. زنا دیگه در اونجا از کار کش نشد. حمام ها را بسته کردن، آرایشگاه ها را اینا اخیراً بسته کردن و قبلا هم گفتم که کارمندای ادارات دولتی را اونا را مانع شدن و همچنین کارهای دیگه ای که اینی مورد را کسایی که کیس زرد اروپا پیش میبرین اینی را سر به سر بکنید که این نفر حامی اونوت یک گروهی است که دشمنی زنا هست و ای از فعالیت اونا حمایت میکنه و زنایی هم که در خیابان ها آمده بود و دادخواهی میکرد اونا رو به عنوان فاحشه، به عنوان لچر، به عنوان دیگه کلماتش یادم نمیاد ولی خواستم این کلمات واضح برای شما بگم که در ویدیوهایش موجود بود. یک مورد کسایی که کیس زر پیش میبرید بگین که ای دشمن زنا هست و از گروهی حمایت میکنه که او دشمن زنا هست. دشمن آزادی بیان هستی. قبلا یادآوری کردم که تنها آزادی بیان برای خود میخواه، برای دیگه نمیخواه و هر کسی که بخواه علیه اینا گپ زده شوه اونا باید با چاقو زده شوه. شما دیدن که یک نفر کی بودم خوستی میگفت چی میگفت، اون نفر گفته بود که اگر ما در خارج نفرای زیادی داریم فقط سرشان حکم بکنیم که هم نفرها را قد چاقو بزنه از بین ببره. همین نفر همین جمیل قادری امروز همون نفر مصاحبه هم کرده بود. هرچند من مصاحبه شو دیدم گفته بود که نه ما نفرای کچکلانا را مثلا و جنرالا اینا را بزنیم، ولی نه یک بار که تو گفتی که با چاقو بزنه باز در واقع همین خشونت ترویج میکنی. هر کسی که در خارج همون نفرای شما این موضوع رو بشنوه چاقوهای خود تیز میکنه و هر کسی که صدا بلند کنه در خارج اونا رو شما با چاقو میزنید از بین میبرید. و کسایی هم که در افغانستان باشه اونا خود در زیر سلطه شما هستن، اونا رو اول که رفت خانه و اولادش را از بین میبرید و بعد از او اگر
زنده مان او دستگیر کرده و رگبار میکنید. شما میتونید کسایی که کیسش دنبال میکنید دومین موردی رو ذکر کنید که اینا مخالف آزادی بیان هست و هر کسی که علیه اینا گپ بزنه یا اینا رو انتقاد بکنه در افغانستان اگه باشه با مرمی زده میشه، سربنیست میشه، رگبار میشه و اگه در خارج باشه حکم داده شده که با چاقو زده شود. این نفر هم جمیل قادری هم با اون نفر مصاحبه کرده و سخنهای حاضر رو باز هم در یوتیوب خود باز پخش کرده. این ویدیو خود فکر کنم باز هم حذف کرده. این دومین مورد ذکر کنید. و سومین مورد را که در کیس ازی علاوه بکنید بگیم که اینا دشمن رسانه ها هستند. دشمن رسانه ها ای که در زمان جمهوریت ما صدها و هزاران رسانه چاپی، تصویری، صوتی و تصویری داشتیم، ولی وقتی که حکومت سقوط کرد تمامی رسانه ها سقوط کرد، تمامی کارمندا تلویزیون ها از بین رفت و اینا فرار کردن خبرنگارش. و گروه طالبان را بگین در زمان سابق خبرنگارا را تهدید میکردن. مثلا یادآوری بکنید که در وزیر اکبرخان یک حمله شد، رسانه ها رفتن اونجا رو پوشش دادن، دفعه دومی مستقیما آمدن خبرنگارا رو زدن، اینا رو از بین بردن. که من که از دوستای خودم میشناسم که او فعلا دمی آمریکا هست، دمی ایالت خود ما زندگی میکنه، ما نامش نمیگیرم، بسیار دوستش دارم، نفری بسیار فعال هم هست. اگه صدای مرا میشنوی آره دیگه خودت مفهمه که کی گفتم، دمی ایالت کلرادو هست. که این دوست ما هم ده همو حمله که بالای رسانه ها صورت گرفت این نفر زخمی شد و یک تعداد خبرنگارای ما جان خود از دست دادن و یک از خبرنگارای رای فردا خدا روحش را شاد داشته باشه توسط حمله همی گروه در کابل از بین رفت. وقتی که انفجار صورت میگیره از خبرنگارای ما زخمی شد به نام سدید بود. سدید نمیفهم کجا هستی یک از دیگهش. خب به هر حال خیلی عذر میخوام نامش از یادم رفتم، تو در زیر نویس نوشته میکنم. وقتی که انفجار میشه در اونجا چی میگن؟ همین نفری که از بین رفته بوده میگه دوستا متوجه فلانی باشین، متوجه فلانی باشین. تا که این گپ میزنه خودش در زمین میفته، تا که میایه این نفر متوجه میشه که دیگه روی زمین افتاده، دیگه بالا شدن او شهید شد دیگه جای به جای. یکی از خبرنگارای رای فردا بود. خیلی معذرت میخوایم که نامش از یادم رفته، از خانواده‌اش هم معذرت میخوایم و همیشه در یادم هست، تسلیت میگم. و خب میخواستم بگم که اینا دشمن رسانه ها هستن. رسانه ها در افغانستان از بین رفته و چندین حمله رو بالای خبرنگاران انجام داده. در وزیر اکبرخان حمله شد، حمله دومی خبرنگارا خبرنگارا که رفتن اونجا رو پوشش بده، حمله دومی بالای خبرنگارا انجام داد. بعد نمونهش رو یادآوری کردم، یکی از دوستای ما زخمی شدن، یکی از خبرنگارای رای فردا در اونجا شهید شد و یکی از خبرنگارای رای فردا در اونجا زخمی شد، دیگه خبرنگارا زخمی شد و بعد تلویزیون طلوع را زدن، موبی گروپ زدن و هنوز هم من همون مصاحبه اینا را باید دارم که خودشان مسئولیت به دوش گرفت. گفتن چطور شد که شما موبی گروپ زدن؟ اونا توجیه کردن، گفتن که ما طلوع رو میگفتیم شما فعالیت های خود را منظم بکنید یا اصلاح شوین اینا، یعنی بدل ما فعالیت بکنید نکردن، ما زدیم. عملا مسئولیتش گرفت بدوش. ما او را مصاحبه شده دمی اخیرا دیدم. خب و بعد دشمن رسانه هایی که خود همین نفر همین جمیل قادری وقتی که با افغانستان اینترنشنال مصاحبه میکنه دوباره که او را باز نشر کرد، او را میگه شیطان اینترنشنال. در قسمت پایین که جای افغانستان اینترنشنال هست در اونجا خودش یک لوگوی نو نوشته کرده بود شیطان اینترنشنال. باز دوری از اون نوشته شیطان اینترنشنال تو یک دایره هم چرخک زده میشد که یعنی متوجه بسازه دیگاره که متوجه شود که این شیطان اینترنشنال. ببینید توی را آزادی بیان میگه، ما میگیم که دشمنی با رسانه ها است. کسایی که کیس از را پیش میبره این رقم این مورد را در نظر بگیرین که سومین موردش اینا دشمن رسانه ها هست. اینا تمامی مردم تشویق میکنه که فلانی رسانه را اگر گیرتان آمد اینا شیطان است، خبرنگارایش را اگر بزنید کار خوبی میکنه. دشمن رسانه ها و دشمن خبرنگاران. موضوع دیگه ای کسایی که کیس زر پیش مبرید ذکر کنید که دشمن هنر و موسیقی است.
تمامی هنرمندا را فعالیت های موسیقی اینا حرام میدانه و هر هنرمندی که در گیر از جا بیاره خوب جزا میکنه. شما در افغانستان دیدین که آله های موسیقی را، آله های هنرمند و اینا را میده کردن، شکستن و یکی از کسایی که در قندهار بود، فکر میکنم که نامش عجب خان بود، حالا اگه از یادم نرفته باشه، یک طنز پرداز بود، اون نفر را گرفتن، شکنجه کردن و بالاخره او رو رگبار کردن و کشتن. نمیگرو. ببینید در افغانستان فعلا یک تا هنرمند نیست که اونجا حاضر شوه و آواز بخونه و عید و برات میله مردم رو پیش ببره. تازه ترین خبرش هم که من از رادیو آزادی خواندم، هفته قبلی بود، از ولایت دایکندی یک نفر مصاحبه داده بود. ببین ما یک چیز رو که یادآوری میکنم، مستند میگم، از پیش خود یک چیز نمیگم. از دایکندی مصاحبه داده بود که فعلا دیگه خبری از موسیقی و هنر و اینا دیگه نیست. سابقا بود ما درست پول به دست نمی آوردیم، ولی در میله های عیدی و نوروز و اینا با هم دیگه جمع می شدیم، میله می گرفتیم، یک ساتیری می شد، درآمد نبود ولی مردم رو خوش می کردیم. میگم که اینا دشمن هنرمند و دشمن موسیقی و دشمن فیلم و رسانه ها اینا هست. بسیاری تمامی هنرمندا از افغانستان فرار کرده. اونا هم که در افغانستان هست حتی یک نفر اجازه نداره که آواز بخونه و چند وقت قبل، فکر میکنم 3 هفته قبل، دستور داده بود که دیگه در سالن‌های عروسی موسیقی پخش نشه. جالبی است که اینا خواندن شاد در محافل شادی و عروسی مردم در افغانستان حرام کرده و اجازه نمیده، ولی این نفر در جاده های اروپا و لندن ترانه های انتحاری را نشر میکنه. بنابراین یک از دلایلی که شما در کیس از ذکر میکنید اینه بگین که اینا دشمن هنر، دشمن موسیقی هست و نمونه ایشی که فعلا هیچ هنرمندی در افغانستان فعالیت نداره و هنرمندی که در طنز پردازی که در جنوب افغانستان بود او را زدن، از بین بردن و هر هنرمندی هم که صدا بلند میکنه از بین برده میشه. چهارمین کیس را که علیه از شما علاوه میتونید، کسایی که کیس زل پیش میبرید، بگین که اینا دشمن هنرمندا هست و هنرمندا از دی سازی گروه امنیت نداره و این هم از او فعالیت او گروه حمایت میکنه. پنجمین کیس را که شما علیه این نفر را اندازه بکنید این است که بگین این نفر دشمنی تحصیل دخترها هست و از گروه حمایت میکنه که او گروه مخالف تحصیل دختران در افغانستان هست. در افغانستان تنها شاگردای صنف 1 تا صنف 6 اجازه رفتن به مکتب داره و صنف 4 تا صنف 6 دخترها رو گفته شما باید روی خود بپوشانید زمانی که به مکتب میرید و میایین. اگه پرسان بکنیم چرا، مگر ناامنی است و مردم شما را اذیت و آزار نکنه. اولی که دخترای صنف 4 تا صنف 6 کاملا اشتوک است، کودک هست. دوما شما میگین ما در افغانستان امنیت تامین کردیم. اگر امنیت تامین کردین چرا دخترها در کوچه ها امنیت ندارن و هم دخترای کوچک؟ سومین اگر اینا مورد اذیت و آزار قرار میگیره حتما توسط مردها است یا توسط بچه ها است. شما جلو بچه ها رو بگیرین، نه که آمده دخترها رو در اینجا حبس بکنید. اونا هم چادری که دور روی خود میپوشن اما حجابشان درست است، نه که شما جلو به سر از وا اندازید. دخترای بالای صنف 6 در افغانستان دیگه اجازه تحصیل ندارن و دانشگاه رو هم برای دخترها بستن. اینا میگه که ما کاری نکنیم که از بالا شروع کنیم بگیم در دانشگاه نه. همین صنف 6 که با بالا کسی درس نخوند دیگه نه کسی کنکور امتحان داده میتونه، نه کسی دانشگاه آمده میتونه و گیلمی تحصیل در افغانستان جمع میشه. ما این ویدیو رو قبلا نشر کردیم، لینکش در بخش نشریه میمونم، ببینید که سازمان ملل چه گزارش داده. ششمین کیس را که علیه این نفر شما را اندازه میتونید این است که بگین این دشمن آمریکا، دشمن کشورهای غربی و دشمن همپیمانای آنها هست. به خاطر مستند ساختن از این نفر، امو ویدیویی که با تلویزیون RTL مصاحبه داده، اونمو ویدیو رو ببینید. در یک از بخشای مصاحبه خود میگه که آمریکا و کشورهای غربی افغانستان اشغال کرده بود، حمله کرده بود، افغانستان به حساب زیر اشغال خود گرفته بود. اینی گپش شما بریش کنید، پیشتان باشه، باز میتونید در دادگاهی را خوب بارش سنگین بسازید. اول یادآوری میکنم در 11 سپتامبر که در آمریکا حمله شد، برجای دوقلوی نیویورک از زدن و گروه القاعده مسئولیت زیر به دوش گرفت. آمریکا معلومات داشت که القاعده در افغانستان است. در همون زمان هم طالبان در افغانستان مسلط بود. آمریکا از او گروه خواست که القاعده را تسلیم از ما بکن.
القاعده قبول نکرد. فکر میکنم که مهلت 18 روزه داده بود، قبول نکرد و القاعده. اما ایمان کی بود؟ بن لادن تسلیم آمریکا نکرد و بالاخره نشست فوری در شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و این ضربه ای را که در اینجا زده شده بود حدود 3000 نفر اینجا از بین رفته بود. 2900 چند نفر بود که حالا 3000 نفر در یک حمله جان خود از دست داده بود. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل فیصله کرد که نیروهای بین المللی از تمامی کشورها با تصمیم عمومی سازمان ملل وارد افغانستان شود، این تروریست از بین ببره و در قسمت ملت سازی در افغانستان کار بکنه. مهلت 18 روزه، فکر کنم 18 روزه بود، حالا اگه کم زیاد بود دقیق یاد من نیست، ولی یک مهلت داده بود. قبول نشد و بن لادن تسلیم نداد و حمله کرد. تمامی نیروهای بین المللی با توافق سازمان ملل، با توافق شورای امنیت و 20 سال در افغانستان امنیت بود، آرامش بود، دموکراسی بود، آزادی بیان بود، تحصیل دخترها بود، کار مردا بود، کار زنان بود، رسانه ها بود و هنرمند و موسیقی اینا بود. این نفر که در مصاحبه خود با تلویزیون RTL میگه که در افغانستان اشغال کرده بود، این تصمیم شخصی نبود، تصمیم یک کشور نبود، تصمیم عمومی سازمان ملل بود و او یک قانون هست. اگر کشور جداگانه سر یک کشور دیگه حمله میکنه اشغال است، و اما اگر تصمیم عمومی سازمان ملل میشه یک بساس یک فیصله یا قانون تمامی کشورها صورت میگیره. بنابراین اینی را دو کیسش علاوه بکنید که این دشمن آمریکا و دشمن کشورهای غربی است و دشمن شما هست که میگه که شما افغانستان اشغال کرده بودین و در ادامه یادآوری بکنید که بسیار خوشحال است که فکر میکنه که شما شکست خوردین و خیلی دوست داره که یک روزی در همین کشور خودم شما شکست بخورین و دوست داره که همو گروه بیا کشور شما را بگیره و همو فعالیتی که در اونجا داره در اینجا هم بیاره. نمونهش مثال میزنم، در اون ویدیویی که داخل موتر چکر میزنه، ترانه انتحاری رو پخش میکنه، در اونجا باز میگه که منتظر هستم که ملا هیبت الله بیاین باز در اینجا یک بیعت بکنیم. او ویدیویش شما حتما دیدین، اونو رو همراهش داشته باشین. و ویدیوی دیگه که در پیش روی یک بیلدینگ هست، در اونجا میگه هر کس فرهنگ و کلچرش، باز میگه که یک روزی همون مجاهدین بیاین باز در اینجا با هم دیگه بیعت بکنیم. در اونجا میگه امارات زنده باد میگه و همو جنگجویایش رو زنده باد میگه. اینی ویدیوهای را اگر شما داشته باشین میتونید بگین که دشمن آمریکا، دشمن کشورهای غربی و دشمن همپیمانای آمریکا هست و خیلی دوست داره که یک روزی این گروه بیاید در کشورهای غربی مسلط شود و خودش هم حاضر هست، عملا حاضر هست که بیعت بکنه در داخل همون موتر در می کشورهای غربی. اینی کیس در بقیه کیس هایش علاوه بکنه ششمین کیس میشه دیگه. این بینان فعالیت تروریستی شناسایی میشه دیگه. ممکن است از همه چیز از بگذره، تا فعالیت تروریستی از را جدی میگیرن. خب این موردها در مورد این نفر به ذهنم بود، خواستم یادآوری بکنم کسایی که کیس از پیش میبرید. 6 مورد را شما سر به سر بکنید و یادآوری بکنید که حامی گروهی است که او گروه نقض حقوق بشر مرتکب شده، حامی افراطیت هست، افراطگرایی را در کشورهای شما ترویج میکنه، تهدید علیه امنیت ملی کشورهای غربی هست و خودش حاضر هست که بیعت بکنه با اونا. اگر چاقوکاری هم نیاز شد، یک از جمله سربازهایش هست که آماده است حاضر شود. دشمن آزادی بیان هست، دشمن رسانه ها هست، دشمن هنرمندا و موسیقی هست. این کیسایش علاوه بکنید دیگه. تا حالا که 3 ضربه محکم خورده، اولی که توییترش بسته شد، دومی که کمپاین جمهوری امضایش بسته شد، سومی که ویدیوهای یوتیوب خود یا حذف کرده یا حذف شده و چهارمین موردی که این توسط پلیس که جلب شده بوده. 3 ساعت با پلیس صحبت کرده، 5-6 ورق خودش نشان داد که این ورقای مثلا امروز پلیس صحبت کردم و قناعت پلیس حاصل نتونسته. فعلا خودش در نظر پلیس هست، تلفنش، کامپیوترش، شماره تماسش، ایمیل آدرسش، همه چیزش زیر نظر پلیس هست. حتی نمیتونه این نفر از بلژیم خارج شود از مرزایش، به خاطر از اینکه در هر جایی که بره میدان هوایی بره، در خروجی های زمینی باشه چک میکنه پاسپورت حاضره یا اسناد حاضر، نشان میده که کیس داره.
بناهن خود در این وضعیت گرفتار کرده و کسایی که کیس در پیشم بره اونو مورد ذکر کردم، اونا رو دنبال بکنید نتیجه میدیم. و حرف من برای شما دوستای گرامی مهاجرین ما یا کسایی که در افغانستان هستید این هست که این یک درس بسیار کلان برای همه ما و شما هست. شما اگر در کشورهای غربی میین هر رقم آزادی بیان که میخواهید استفاده کنید، ولی آزادی بیان شما تهدید علیه دیگران نباشه، توهین علیه دیگران نباشه، نقض حقوق دیگران نباشه، تهدید علیه امنیت ملی دیگران نباشه و کشورها نباشه. اگر چنین موردایی بود و کسی علیه شما شکایت بکنه، حتی یک نفر علیه شما شکایت بکنه و مستند بسازه، خلاصه و کشورها موندنی والای شما نیست. کسایی هم که کمک‌های مالی یا ارتباطات تلفنی با این نفر داشتن، احتیاط خود بکنید. برای من هیچ چیز، شما زندگی شما جدا هست ولی نتیجهش خود شما ببینید، بنابراین احتیاط خود بکنید. و بعضی کسایی را که میبینم دو دشنام میده و گپای تا بالا میزنه، شاید شما هم درسای خود گرفته باشین و میبینیم که خیلی کسایی هم که فرق نمیکنه از قومی از ما بود، پشتون بود، تاجیک بود، هزاره بود، هر کسی بود، اینا می اومدن در شبکه‌های اجتماعی دو دشنام میدادن. دیگه متوجه باشین که کار شما هم با مشکل مواجه میشه و خیلی هایش رو هم دیدم که امیال آدم خوبه ها شده، دو دشنامشان کم شده. امیدوار هستیم که از این مورد یک درس بگیریم. بخیر باشین، خدا نگهدار. و ها دوستای گرامی، ما یک چند تا ویدیو قبلی هم نشر کردیم، در بخش پلیلیست به نام تبصره هست. سر از اون پلیلیست اگر کلیک کنید، گپای گفتنی که در مورد این نفر بود یا گپای گفتنی که در مورد افغانستان بوده یا گپایی که گزارش سازمان ملل از حقوق زنان در افغانستان و تحصیل دخترها بود، او دمو پلیلیست تبصره موجود است. سر از اون کلیک کنید و اونا رو ببینید، نظر و گپ گفتنی داشتین با شریک بسازید.